سلام دوستان عزیز، امروز اومدم در این ویدیو بهتون یاد بدم که چجوری اندازه تصویرمون رو تغییر بدیم یا ابعادش رو تغییر بدیم. اندازه ابعادش رو اول وارد برنامه پیکسارت میشیم. در اینجا ما هر عکسی که دوست داشته باشیم و اندازه‌ش رو تغییر میدیم. الان میایم روی ابزار کلیک میکنیم، ابزاری که زدیم اینجا تغییر اندازه رو میزنیم. تغییر اندازه اینجا گفته ارتفاع 300 و پهناتم 300 پهنای تصویر. مثلا من میزنم 200، اینم میزنم 100. نمیدونم چرا هر دوتاشون نمیشه، ولی این مثل مربع میشه که اونم همینو میخواد. نمیخواد مثلا ما پهناش رو 100 بزنیم، ارتفاعش رو 200 بزنیم، اینطوری نمیشه. تغییر اندازه رو میزنم، اینجا وارد این قسمت میشم، ذخیره رو میزنم، دوباره این بالا ضرب رو میزنم و ذخیره رو میزنم. گفته ذخیره عکس در دستگاه شما ذخیره شده. میزنم دوباره ضرب و اینجا باید عکس ها رو بزنم و تمام. انجام شد و بزنید و تموم میشه دیگه. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشید و اگه این ویدیو رو دوست داشتید حتما لایک کنید و اگه کانال ما رو سابسکرایب نکردید حتما سابسکرایب کنید. تا یه آموزش دیگه، خدا نگهدار همتون.